به نام خدا. سلام، امیدوارم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. خب در خدمتتونم با یک مبحث جدید با آموزش نرم افزار پاورپوینت. نرم افزار پاورپوینت یک نرم افزار ارائه مطلب هست. شما میخواید یک جای یک موضوعی رو تدریس کنید، یه محصولی رو تولید کردید، میخواید داخل یک همایشی اون رو ارائه بدید، اینجاست که باید از پاورپوینت استفاده کنید. خب بریم با هم شروع کنیم. داخل سرچ باکس ویندوز من می‌نویسم پاورپوینت و روی این نرم افزار کلیک میکنم. روی گزینه بلنک پرزنتیشن من کلیک میکنم تا یک فایل خالی برای من باز بشه. این محیط نرم افزار پاورپوینت هست. ما در بالا سمت راست دکمه‌های کنترلی رو داریم، کلوز برای بستن، رستور داون، ماکسیمایز، مینیمایز که اینا رو توی نرم افزارهای ورد و اکسل هم گفتیم. اینجا من نوار عنوان رو دارم، پرزنتیشن 1، نام پیش‌فرض فایل های پاورپوینت پرزنتیشن هست، نوار دسترسی سریع و ریبون رو دارم اینجا که یاور همیشگی هم هست. در این قسمت اگر دقت کنید من ناحیه اسلاید ها رو دارم یا اسلاید پن. اینجا محل نمایش محتویات اسلاید هست. به عنوان مثال من اگر اینجا کلیک کنم ناحیه اسلاید پن و اینتر بزنم، اسلاید های جدید برای من ایجاد میشن. به هر صفحه در نرم افزار پاورپوینت میگن اسلاید. خب در نوار وضعیت من تعداد اسلاید ها رو میبینم، زبان، وضعیت دسترسی و ارزم به حضورتون که سایر موارد رو. این پای من یک گزینه دارم به اسم نات. نات چیه؟ ببینید مثلا من میخوام برم توی یک همایشی یه مطلبی ارائه بدم. اینجا یه یادداشتی برای خودم تو اسلاید 2 میذارم که آقا اسلاید 2 یادت باشه دستتو بیاری بالا یا یک کاری انجام بده یا تون صداتو ببری بالا، یادت باشه این کار رو بکنی. میخوام این توی پاورپوینت توی اینجا نمایش داده نشه، ولی من خودم به عنوان ارائه دهنده پشت سیستم این یادداشت ها رو ببینم که یادم بمونه. این قسمت نات مخصوص همین کاره. شما میاد یادداشتاتون رو می‌نویسید و فقط هم خودتون میبینید. از این گزینه نمایش داده پنهان میشه یا نمایش داده میشه. روش که کلیک کنید پنهان و نمایش. خب بریم سر وقت حالتهای نمایش یا ویو در پاورپوینت. یه حالت نرمال داریم، همین حالتی که الان توش هست که اینجا من میتونم اسلایدها رو یکی یکی انتخاب کنم و توش مطلب بنویسم، اینجا ویرایش کنم. یه حالت اسلاید سورتر دارید. این اسلاید سورتر همه اسلایدها رو نمایش میده. بچه‌ها میتونید اینا رو جابجا کنید. برای مرتب کردن اسلایدها از حالت اسلاید سورتر استفاده میشه. حالت رید ویو رو دارید و در پایان حالت اسلاید شو. این مال چه زمانیه؟ مال وقتیه که دیگه شما کارتون تمام شده، میخواید برید روی پرده نمایش بدید. حالت کاملا تمام صفحه محتویات رو نمایش میده. این پایین سری گزینه هایی دارید که برید اسلاید بعد، اسلاید قبل، میتونید ماژیک یا حالت لیزر رو انتخاب کنید و الی آخر. برای اینکه از این حالت خارج بشیم راست کلیک اند شو. این است. از اینجا من زوم دارم که میتونم زوم کم و زیاد کنم. یه دستگیره دارم برای دستگیره عمودی برای پیمایش اسلاید ها و همین. بریم کم کم با نوار ریبون آشنا بشیم. من پاورپوینت رو میخوام یکم سریع تر بگم. بله دوستان، ببینید بزرگواران، ما در ناحیه اسلاید ها یا اسلاید پنل باید تعداد اسلایدی که مد نظرمون هست رو درج کنیم. حالا میتونیم یکی یکی بریم جلو. من این اسلاید رو روش کلیک میکنم انتخاب بشه، دیلیت رو میزنم تا پاک بشه، انتخاب، دیلیت. خب این اسلاید اول که ملاحظه میکنید من معمولا به عنوان اسلاید آغازین از سربرگ هوم گزینه اسلاید یک گزینه داریم اسم لیاوت. توی لیاوت من میتونم چیدمان این اسلایدم رو تعیین کنم، مثلا 2 ستونی باشه، ارزم به حضورتون که تایتل اند کانتنت باشه، یعنی فقط یک عنوان داشته باشه، حالا پایینش یک نوشته یا یک عکسی. برای اسلاید آغازین تایتل اسلاید رو انتخاب میکنم. ارزم به حضورتون روی نیو اسلاید هم اگر کلیک کنید یک اسلاید جدید درج میشه که
فعلا ما دیلیتش میکنیم، کار نداره. بریم توی این اسلاید من مینویسم ببخشید من دارم با یه دست تایپ میکنم با اون دست دیگه هم میکروفون رو نگه داشتم به دلیل کمبود امکانات. به نام خدا مثلا آموزش پاور پوینت. خب این پایین کاری از مثلا سجاده رمیکی. خب این مثلا از اسلاید اول. بک‌گراندش رو چی بذاریم؟ اجازه بدین من اینترنت رو به اشتراک بذارم تا بک‌گراند خوشگل دانلود کنیم. خب بک‌گراند من به این صورت که فقط رنگ سفید یک دست باشه جذاب برای مخاطبم نیست. حالا باید چی کار کنم؟ یا باید بیام از تو سرورگ دیزاین از این قالب های آماده اینجا کلیک کنم تو گروه تم روی این دکمه از این قالب های آماده استفاده کنم، یا روی فضای خالی راست کلیک فرمت بک‌گراند روی گزینه پیکچر و تکسچر فیل کلیک میکنم. حالا اینجا روی اینسرت میزنم روی فرام فایل عکس خوب. بریم از تو اینترنت اول دانلود کنیم. من می‌نویسم عکس برای عکس برای پاورپوینت. خب روی تب ایمیج کدوم عکس رو انتخاب کنیم؟ عکسای چه اینجا گراند بزنم. مثلا یه عکس خوب پیدا نمیشه. یه خیلی دنبالش نمیگردیم، من همینو دانلود میکنم. تو این سایت مثل که چند تا گزینه بهتر هست، مثلا همینو با سیو ایمیج روی صفحه دسکتاپ ذخیره. حالا یه بار دیگه راست کلیک روی فضای خالی اسلاید فرمت بک‌گراند و روی گزینه پیکچر و تکسچر فیل کلیک میکنم. اینسرت فرام فایل آدرسش کجا بود؟ صفحه دسکتاپ. اینو میذارم بک‌گراند. خب حالا لازمه که این پس بیاد این ورتر. روی دستگیری این کلیک کنم. این کادری که ظاهر میشه من میتونم درگ کنم بیارم اینجا، میتونم بچرخونمش، خیلی کاری دیگه میتونم بکنم. خب بیایم سریع بقیه حالت‌ها رو بررسی کنیم. رو سولید فیل شما میتونید رنگ یک نواخت بذارید. سولید یعنی رنگ یک نواخت کنم. گریدینت میشه ترکیبی از رنگ ها. شما چند تا دستگیری اینجا دارید. اولا قالب های آماده که اینجا هست، شما میتونید از این استفاده کنید. دو چند نوع گرادینت دارید، مثلا رکتانگولار، لاینر، حالت های مختلف، پس، مسیر. میتونید اینا رو دستگیر رو کم و زیاد کنید. مثلا من این دستگیر رو انتخاب میکنم، یکم بیام پایین تر از اینجا، رنگش رو این شکلی میذارم، این یکی دیگر رو مثلا این شکلی میذارم، این یکی دیگر رو با کلیک کردم میتونم دستگیره اضافه کنم، کلی رنگ میتونم بدم. این الان پس من میذارم رو رادیال مثلا. ببینید دایر شوهای دایره کمان ها از اینجا شروع شده. پیکچر و تکسچر فیل رو که با هم بررسی کردیم. من مجددا این عکس رو بذارم. خیلی
پترن یه سری قالب های آماده است که به کار ما نمیاد. و ارزم به حضورتون که خب حالا خوب دقت کنید، اینو من ایجاد کردم. من میام روی نایه اسلاید ها کلیک میکنم، یه اینتر میزنم، میبینم این بک‌گراند قبلی رو نگرفته. چیکار کنم؟ روی اسلاید اول کلیک میکنم، راست کلیک، فرمت بک‌گراند، تا این پنل بک‌گراند از اینجا ظاهر بشه. یک گزینه اینجا دارم به نام اپلای تو آل، میگه به همه اسلاید ها اضافه کن و به همه اسلاید ها از این به بعد اسلاید های جدید که کلیکم اینتر میزنیم اضافه میشه. حالا فرض کنید من به این میخوام یه عکس متفاوت بدم، کاری نداره، راست کلیک، فرمت بک‌گراند، پیکچر و تکسچر فیل، اینسرت، باز دوباره یه عکس جدید میدیم. اما اگه بخوام از این اسلاید های آماده استفاده کنم چی؟ این یکم داستانش فرق میکنه. خب الان من کلیک کنم همه اینا برمیگرده. من کنترل زد میزنم، خوب دقت کنید، من فقط میخوام به این اسلاید یه دونه از این تما رو بدم. به جای اینکه روش چپ کلیک کنم، راست کلیک، اپلای تو سلکتد اسلاید رو میزنم و اینطوری فقط به این اسلاید اعمال میشه، به بقیه اسلاید ها کاری نداره. این از نکته آموزشی سربرگ دیزاین. توی سربرگ دیزاین شما میتونید اندازه اسلاید یا اسلاید سایز رو هم از این قسمت مشخص کنید. استاندارد داره و واید اسکرین یا کاستوم اسلاید سایز رو بزنید و از اینجا یکی از این ابعاد رو خودتون دستی وارد کنید. خب میام تو اسلاید بعدی. اینجا من اول از همه رایت تو لفت میکنم، بعد مثلا می‌نویسم فصل 1. خب حالا اینجا باید محتوا بنویسم، باز کنترل شیفت سمت راست شروع کنم مثلا به نوشتن محتوا. اگر بخوام عکس بذارم از سربرگ اینسرت پیکچر یه عکسی، حالا همینجوری از کجا عکس بیارم خدایا، عکس نداشتنم خیلی بده ها. این عکس مثلا رم و سی پی و اینا رو اینجا میذارم. بعد از اشکال آماده میتونم استفاده کنم به این صورت. دیگه دیزاینم با هم بررسی کردیم. خب بیایم سر وقت سربرگ ترانزیشن یعنی گذار از یک اسلاید به اسلاید دیگه. مثلا من میخوام زمانی که این اسلاید اولم نمایش داده میشه ببینیم همینجوری خشک و خالیه. خب تو حالت اسلاید شو، این پایین روی اسلاید شو من کلیک میکنم، یه کلید میام برش F5. تو حالت فول اسکرین راست کلیک اینجا بزنم، این خالیه. من میخوام این با یک حالت و جلوه گرافیکی نمایش داده بشه. میام از اینجا مثلا روی این گزینه کلیک کنم، بریم یه اسلاید شو با هم ببینیم. بله به همین زیبایی. خب حالا میگه از این اسلاید که میخوای بری اسلاید بعدی هم بیا با یک جلوه برو. مثلا از سربرگ ترانزیشن من این اوریگامی رو انتخاب میکنم، اینجوری بال 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 میزنه میره. خب یه بار دیگه از اول با هم ببینیم تو حالت اسلاید شو. برای اینکه بخوایم بریم اسلاید بعدی یا باید کلیک کنیم یا اینتر بزنیم یا اسپیس بزنیم یا با استفاده از این دکمه های پایین بریم اسلاید بعدی. قبل من کلیک میکنم. خب کلیک که میکنم میرم اسلاید بعدی. اسلاید بعدی رو میخوام برم کلیک میکنم، خشک و خالی رفت. چرا؟ چون براش ترانزیشن تعیین نکرده بودم. زمانی که شما برای یک اسلاید ترانزیشن تعیین میکنید این کنار علامت ستاره نمایان میشه. خب برای اینا بیاین ترانزیشن بذاریم. پیشنهادتون بذاریم چیه؟ او چه جالب، کمبو، نه بد نبود. یه اسلاید ساده میذارم این دفعه، مثلا ریوال بذاریم چجوریه، نه ورتکس به این صورت. خب من مثلا می‌نویسم براش فصل 2. خب به همین راحتی، به همین خوشمزگی. حالا این اسلاید ها رو متحرک می‌کرد. من برای اینکه بتونم متن و یا عکس رو هم متحرک کنم باید بیام از سربرگ انیمیشن
3 دسته انیمیشن دارم. انیمیشن های اینترنس یا ورودی، انیمیشن های انفایسس یا تأکیدی و انیمیشن های اگزیت یا خروجی و به دسته چهارم موشن یا پس. ببینید ورودی ها باعث میشن یک شکل یا متن روی صفحه ظاهر بشن. مثلا فلای این داریم، اسپلیت داریم، شکل وجود نداره، با استفاده از یک انیمیشن ظاهر میشه. پلاس شکل وجود داره، رنگش تغییر میکنه، بزرگ میشه، کوچیک میشه، یه اتفاقی براش میفته. و اگزیت باعث میشه که روی صفحه که هست خارج بشه از صفحه. موشن پس هم که بیشتر برای حرکته، یه دایره رو زد. پس یه جورایی انفایسس یا تأکیدی، چون نه حذف میشه، نه وارد میشه، نه خارج میشه. این از این. برای متن من میتونم انیمیشن بدم. انتخاب انیمیشن، مثلا اینجا ویو بذار بهش بدم به همین صورت، یا اسپین مثلا وایپ به این صورت. اگر بخواید به یک نوشته با یا یک آبجکتی شیئی چند تا انیمیشن بدین، مجدد که بیاد از کلیک کنید انیمیشن جایگزین انیمیشن قبلی میشه. برای اینکه انیمیشن جدید بدین خوب به این یکی اینجا دقت کنید، باید از اد انیمیشن استفاده کنید. خب الان نوشته 1 و 3، یعنی انیمیشن دیگه هم بهش اضافه شد که حالا انیمیشن دوم مال این شکل است. بریم تو اسلاید شو اینو با هم ببینیم. بال. خب ببین یه دایره زد، بعد این ظاهر شد، الان هم که خارج شد، تمام شد رفت. برای اینکه من ترتیب انیمیشن ها رو ببینم میتونم روی انیمیشن 5 کلیک کنم و از اینجا هرچی انیمیشن روی یک اسلاید وجود داره ببینم. روی این که کلیک کنم هیچی نیست، ولی روی این 3 تا انیمیشن داریم. اینطور میتونم درگ کنم، ترتیب انیمیشن ها رو تغییر بدم. گزینه استارت ویت پریویوز، ببین الان همش روی آن کلیکه. یعنی چی؟ یعنی انیمیشن زمانی اجرا بشه که کلیک انجام میشه. اما من میتونم بذارم روی استارت ویت پریویوز، یعنی همزمان با قبلی اجرا بشه یا بعد از اینکه انیمیشن قبلی تمام شد بعدش اجرا بشه. من الان اینو آن کلیک میذارم، بقیه رو ویت پریویوز میذارم. ببینیم با هم تاثیرشو. همه با هم اجرا شد، یعنی اون دورشو زد، چرخید، رفت بیرون، اینم ظاهر شد. حالا افتر پریویوز میذارم، هم این هم این شکل رو اجازه بدید حذف کنم. اسلاید شو. خب کبوترمون که رفت، اول این دورشو میزنه، بعد ظاهر میشه. چی شد؟ نفهمیدم، ببخشید. خب بذار این نوشته رو بیارم بالا. خیلی اولی با کلیک انجام میشه، بقیه خودکار. به این صورت. خب این هم از انیمیشن ها. ما افکت آپشن رو داریم که جهت حرکت یک انیمیشن از سمت چپ به راست، بالا به پایین، پایین به بالا، هر طرفی که بخوایم میتونیم اعمال کنیم. و به همین ترتیب ما میتونیم پاورپوینتمون رو بسازیم، متن رو زیاد کنیم. پاورپوینت چیز فوق‌العاده‌ایه، نرم افزار بسیار قدرتمندیه و در پایان میتونید خروجی های مختلف بگیرید. ببینید من رو اکسپورت که کلیک کنم شما میتونید حتی از پاورپوینتتون خروجی ویدئو بگیرید، حتی خروجی عکس، همه اینا، حتی خروجی PDF. همه این قابلیت ها رو داره. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.